من یه 3 تیکه کلام برای خودم ساختم. اولیش اینه: خدایا شکرت. دومیش اینه: خدایا منو ببخش. و سومیش اینه: هرچی خدا بخواد. چرا اینا رو ساختم برای خودم؟ اولیش اینکه شکرگزاری همیشه نیازه و ما آدما به صورت خودکار فکر میکنیم که حقمونه هرچی بهمون دادن. و حق به جانب میشیم، ولی شکرگزاری و تسلیم بودن اینو از بین میبره. دومیش اینکه خدای منو ببخش. ما آدما همیشه اشتباه میکنیم. این همیشه و اینکه آدم فکر کنه اگه به یه رتبه روحانی برسه پیش خدا دیگه قرار نیست اشتباه کنه، اون رتبه واقعا ارزشی نداره. سوم این که هرچی خدا بخواد. ما آدما همیشه توقع داریم، همیشه برنامه‌ای تو ذهنمونه که میگیم حتما قراره اینطور پیش بره اوضاع و اینطور میشه اونطور میشه و همیشه یه توقع داریم و این توقع باعث استرس میشه. وقتی میگه هرچی خدا بخواد، این کلا از بین میره و خودت تسلیم خدا میکنی و حالا با اینکه برنامه داری ولی تسلیم خدایی و اگه برنامه به هم بخوره میگه خب خدا خواسته، تو اون کاری که باید بکنی و میکنی. دوستان، من توی این صفحه بهتون آموزش میدم که چطور به صورت طبیعی و با کمترین خرج ممکن جسم، روان و روحتون رو بسازید.